سرود ملی رو بخوان. मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से चुराया है मैंने किस्मत की लकीर. بشین. استاد احساسشم گرفت. این رو مادر اولادایت بخوان که کم امیدوار شوه. خب استاد خوب استاد ملی सद से आते हैं हमें तड़पाते हैं कि पी कर कब आओगे लिखो कब आओगे न न न न. ببینید اگر میال من از شما پرسان کنم که سنجیدت کی است، نام مادرش هم بگید. نام مادرش نرگس است، نام پدرش سنندت. نام کاکای چای جوش کنه. و ما پرسان کنم شاهرخ خان کی است، سال تولدش هم بر من بگین، سن سالش هم بگین، چند اولاد داره، چند دختر داره. 4 سالش ده تا دختر داره. 2 بچه. و الان من میپرسم که احمد شاه بابا کی بود؟ سر متعصم بالله. آفرین. اینی رو میگن درسخانه و آینده کشور. دیگه مش نمونه خروار است. از شما چی پرسان